این فلسفه قانون چیست؟ معیار ارزش‌گذاری یا فهم قانون چیست؟ مبنای فهم قانون چیست؟ درود بر شما هموطنان عزیزم. شهرام ارشد نژاد هستم و دوباره به خدمت شما میرسم که در ادامه بحث دیوید هیوم مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم در نسبت با قانون طبیعی. همونطور که در گذشته عرض کردم، دیوید هیوم آخرین کسی است که من درباره تاریخ بحث قانون طبیعی در حوزه فلسفه قانون مغرب زمین صحبت میکنم و او رو معرفی میکنم که پس از او به لیگال پازیتیویسم خواهیم پرداخت. بنابراین دفعه پیش من به این نقطه رسیدم که درباره طبیعت‌گرایی او سخن بگویم. یک مقداری درباره شکاکیت او حرف زدم که چرا او رو ما به عنوان یک فیلسوف شکاک میشناسیم و حالا درباره طبیعت‌گراییش حرف میزنم. طبیعت‌گرایی بر این اصل استوار است که هر گزاره‌ای تنها زمانی معتبر است که بر ویژگی‌ها و علل طبیعی مبتنی باشد، نه بر امور موهوم یا مافوق طبیعی. چیزی بیرون از قلمرو طبیعت وجود ندارد و همه موضوعات پژوهش دارای ویژگی‌های طبیعی اند و در معرض بررسی تجربی قرار می‌گیرند. این موضع کلی دیوید هیوم هست در نسبت با فهم بشر و شناختی که بشریت از محیط اطراف خودش به دست می آورد و اونها رو ارزیابی میکنه. ما او رو به عنوان طبیعتگرا می شناسیم و فیلسوف شکاک می شناسیم. او با به اصطلاح تصورات یا آگاهی هایی که می گفتن ما قبل یا مقدم بر ذهن بشر هست a priori knowledge که ازش صحبت میشه و سنت تفکر ارسطویی در زمان دیوید هیوم تلقی میشده رد میکنه و میگوید که هیچ چیزی خارج از طبیعت وجود نداره. چیزی ما به نام دانش مقدماتی یا پیشینی یا ماقبل نداریم که ما بریم اونو کشف بکنیم. کشف ما مربوط هست به تجربیات ما در نسبت با طبیعت. بنابراین درباره طبیعت‌گرایی من این رو دوباره میخونم. طبیعت‌گرایی بر این اصل استوار است که هر گزاره‌ای تنها زمانی معتبر است که بر ویژگی‌ها و علل طبیعی مبتنی باشد، نه بر امور موهوم یا مافوق طبیعی. چیزی بیرون از قلمرو طبیعت وجود ندارد و همه موضوعات پژوهش دارای ویژگی‌های طبیعی اند و در معرض بررسی تجربی قرار می‌گیرند. و نکته بعدی درباره شکاکیت هیوم هست. هیوم فلسفه خود را بر طبیعت انسان بنا می کند و بدین منظور بنیاد تازه‌ای برای معرفت و ادراک فراهم می آورد. او ایدئالیسم مبتنی بر متافیزیک را رد می کند. تجربه و روش تجربی مبنای سنجش صدق گزاره در نزد اوست. به باور او همه استدلال‌ها درباره امور واقع بر رابطه علت و معلول استوارند، اما شناخت این رابطه پیشینی نیست. پیشینی باز عرض می‌کنم ترجمه است که من در مقابل اپرایوری گذاشتم، بلکه از تجربه ناشی می‌شود. هیوم در رساله خودش به نام پژوهشی در باب فهم بشر یا فهم بشری موضوعات عقل انسانی را به دو دسته تقسیم می کند. یک، روابط میان ایده ها. دو، امور واقع، یعنی relation of ideas. و دومی matters of fact. دسته نخستین یقینی هستند زیرا به تجربه وابسته نیستند، اما دسته دوم مشروط و مبتنی بر تجربه اند. همین شاخه دوم شکاکیت او را تغذیه می کند، یعنی امور واقع، بررسی امور واقع منجر می شود که او شکاک بشود. نکته بعدی درباره اخلاق هیوم هست که من مختصر در مقاله خودم اشاره می کنم. شکاکیت هیوم تأثیر عمیقی بر اخلاق او
دارد. آنچه بعدها قانون هیوم نام گرفت نتیجه همین شکاکیت ملایم وی است. عقل به عنوان استدلال درباره امور واقع نمیتواند درباره فضیلت یا رذیلت داوری کند. از این رو نمیتوان از گزاره هست، گزاره‌ای که فعلش هست یا است هست، گزاره باید استخراج کرد، گزاره‌ای که فعلش باید نباید داره. استدلال تجربی نمیتواند الزام اخلاقی تولید کند. بر اساس مشاهدات هیوم و تجربیات هیوم و استدلالی که میکنه به این گزاره میرسه که استدلال تجربی نمیتواند الزام اخلاقی تولید کند. من دفعه پیش عرض کردم مثلا این کاغذ سفید است، از این گزاره این کاغذ سفید است، شما نمیتوانید هیچ گونه استنتاج اخلاقی بکنید. حرفش اینه. این یک تجربه است که من دارم میکنم، کاغذ سفید دارم میبینم، تشخیص میدم این کاغذ سفیده بر اساس حواس خودم، ولی ازش نمیتونم هیچ گونه استنتاج اخلاقی بکنم و یه گزاره‌ای بنویسم که درش باید باشد یا نباید باشد. باید این کارو بکنی نکنی نمیدونم، به این کاغذ ربطی نداره. حرفی که هیوم میزنه اینه. طبیعتگرایی هیوم، باز برمیگردیم به اون. هیوم طبیعتگراست زیرا معرفت پیشینی را رد میکند. یعنی چیزی که a priori knowledge، اون آگاهی که فارغ از تو ساخته شده، طبیعت ساخته یا مافوق طبیعت ساخته، میگه این همه موهومات، توهمات و بی‌معنیه. زیرا معرفت پیشین رو رد میکنه. بنیاد معرفت در نزد او تجربه است که عرض کردم. ادراک حاصل دو نوع نقش پذیری است. نقش پذیری را من عرض کردم ترجمه است که من میکنم، معادلی است که برای ایمپرشن در نظر گرفتم، نه انطباع که اگر بردارید به صورت عربی بنویسید میشه انطباع. متن فارسی رو بیشتر سنگین میکنه، باید فارسی ما بنویسیم. نقش پذیری، نقش پذیری حسی و نقش پذیری تأملی. نقش پذیری حسی که بر اساس حواس دست رو دریافت میکنی. نقش پذیری تأملی رو من ترجمه کردم از impressions of reflection. reflection به معنای تأمل کردن است، به معنای اندیشه ورزیدن. توجه به یک پدیده میکنی، توجه میکنی به اون، میگن reflection، و یک برداشتی میکنی. و یک نقش پذیری در ذهن هست که به وسیله حواس پنجگانت صورت میگیره که از یک واقعیت بیرونی یک نقشی تو ذهنت بسته میشه که به اون میگه کاپی یا نسخه ای است که از اون واقعیت در ذهنت نقش بسته میشه. دومی نقش پذیری تأملی میگوید نقش پذیری است در ذهنت که از این نقش پذیری های تجربی، چیزهایی که دریافت کردی، یک سری برداشت میکنی و یک سری تحلیل میکنی، یک سری تو ذهنت میسازی و اون رو بهش میگه تأملی. یعنی چیزی که صرفاً بر اساس حواس تو نیست، بلکه تو یه چیزی ساختی توی ذهنت. بنابراین دو نوع نقش پذیری رو هیوم به ما معرفی میکنه. یکی نقش پذیری حسی است، sense impression، که من ترجمه کردم به نقش پذیری حسی. دیگری هست impressions of reflection، نقش پذیری تأملی. اصل نسخه برداری یعنی کاپی پرینسیپل، اصلی است که شما تو ذهنت از یک پدیده نسخه برداری میکنید، در ذهنت نقش میبنده. نخستین اصل دستگاه فکری اوست. ایده ها نسخه های از نقش پذیری ها هستند. اون نقش پذیری های تو ذهنت میشه، بعضی هاشون اسمش میشه ایده. ذهن ایده ها را بر اساس 3 اصل پیوند میدهد: مشابهت، مجاورت و علیت. نکته دیگر درباره کاپی پرینسیپل یا اصل نسخه برداری هست که نکته رو درباره‌اش عرض میکنم. اون چه در طبیعت تو میبینی یک نسخه تو ذهنت از اون میسازه، خودش که نیست. این کاغذ که تو کله من که نمیره، که تصویری از این کاغذ هست که کپی از این کاغذ میشه یا نسخه برداری از این کاغذ میشه، در ذهن من نقش میبنده. این تفاوت و تمایز هست که بهش اشاره میکنه و بهش میگه اصل نسخه برداری یا کاپی پرینسیپل. که بعد جلوتر برویم میگوید که ذهن ایده ها را بر اساس 3 اصل پیوند میدهد: مجاورت و علیت و مشابهت.
ضرورت علی نه در اشیا بلکه در ذهن وجود دارد. اون علیتی رو که شما میان اشیا میبینید تو ذهن شماست. میگه بیرون نیست، مربوط به خود اشیا نیست. بنابراین مشابهت، مجاورت و علیت، ضرورت علی نه در اشیا بلکه در ذهن وجود دارد. به تعبیر آدامسون، آنچه ضرورت نامیده می شود صرفاً گرایشی ذهنی است و نه خاصیتی عینی در اشیا. یعنی چی این حرف؟ این که من استفاده از این کاغذ رو مهم و ناظر به یک هدفی میدونم، یک علیتی براش تصور میکنم، تو ذهن منه، هیچ ربطی به خود این کاغذ نداره. من این کاغذ رو بهش دست نزنم این همینجا میمونه. من هستم که این کاغذ رو ازش استفاده میکنم، روش چیزی مینویسم یا میسوزونمش یا تا میکنم یا هر کاری که باهاش میکنم. علیتی من میسازم در ذهن خودم از این کاغذ، مستقل از خود کاغذه. منظورش اینه. ضرورت علی نه در اشیا بلکه در ذهن وجود دارد. به تعبیر آدامسون، آنچه ضرورت نامیده می شود صرفاً گرایشی ذهنی است و نه خاصیتی عینی در اشیا. با این حال این ضرورت ذهنی مسئله قانون هیوم را حل نمی کند. هیچ رابطه عینی مشابهت، مجاورت یا علیتی میان هست و باید وجود ندارد. این دو نوع گزاره از حیث عینی گسستند. منظور از اینجا این نقدی است که آدامسون بر اندیشه هیوم وارد میکنه که اینجا من برای شما خوندم. این سخن مال من نیست. میگوید که با این حال این ضرورت ذهنی مسئله قانون هیوم را حل نمی‌کند. اون همون هیومز لا که من اشاره کردم که از یک گزاره است شما نمیتوانید گزاره باید استنتاج کنید و این دو به هم ربطی ندارند. میگوید که این ضرورت ذهنی مسئله قانون، این ضرورت ذهنی یعنی این مسئله مشابهت، مجاورت و علیت، این مسئله جدایی این دو گزاره رو که قانون هیوم نام داره حل نمیکنه. هیچ رابطه عینی، هیچ رابطه عینی، دوباره تکرار میکنم، هیچ رابطه عینی مشابهت، مجاورت یا علیتی میان هست و باید وجود ندارد. مشابهت نیست میان اینها، مجاورت نیست، اصلا ربطی به هم ندارن، در نتیجه نسبت علی هم بر روی همدیگر ندارند. نتیجه گیری، هیوم با رد متافیزیک جزم‌اندیشانه بحث خود را آغاز می کند و معرفت پیشینی a priori knowledge رو کنار می گذارد. تجربه گرایی او به شکاکیتی ملایم نه افراطی می انجامد، زیرا موضوعات عقل انسانی یا روابط میان ایده ها هستند یا امور واقع هستند. موضوعات عقل انسانی یا روابط میان ایده ها هستند که در ذهن شما بر اساس اون نقش پذیری ها شکل میگیره و یا اینکه امور واقع هستند. از این رو استدلال درباره امور واقع همواره با احتمال همراه است. یعنی چی این حرف؟ یعنی اینکه اون چه از امور واقع تو میفهمی این برداشت توه از اون امر واقع، الزاماً منطبق با واقعیت نیست. این حرف بسیار مهمه. من دوباره میخونم. میگوید که هیوم با رد متافیزیک جزم‌اندیشانه آغاز میکند و معرفت پیشینی را کنار میگذارد. تجربه گرایی او به شکاکیتی ملایم می انجامد، زیرا موضوعات عقل انسانی یا روابط میان ایده ها هستند یا امور واقع. از این رو استدلال درباره امور واقع همواره با احتمال همراه است، قطعیتی در کار نیست. در این حال طبیعتگرایی او مبتنی بر همین بنیاد تجربی است. شکاکیت و طبیعتگرایی در اندیشه هیوم در تعارض نیستند، بلکه همزیستی دارند. در دستگاه فکری او گزاره هست
بیانگر وضعیت تجربی و واقعمند هست، در حالی که گزاره باید محصول انفعالات و تعاملات نفسانی است. هیچ ضرورت علی میان این دو وجود ندارد. از این رو پیوندی عینی میان هست و باید برقرار نیست. گزاره هست نمیتواند علت گزاره باید باشد. در چارچوب هیوم این دو ساحت از یکدیگر مستقلند و همین گسست بنیادین هسته مسئله معروف به قانون هیوم را تشکیل میدهد. این پایان اون مقاله است که من انتخاب کردم برای شما بخونم. البته متن انگلیسی از این درازتر و مفصل‌تره. فارسیش رو من خلاصه کردم که بتونم به قول معروف جمع‌بندی بکنم، زودتر به نتیجهش برسم. عنوان مقاله من این هست: آیا هیوم شکاک بود یا طبیعت‌گرایی محتاط بود یا هست؟ و عنوان دوم مقاله این است: آیا میان گزاره باید و گزاره هست پیوندی ذاتی وجود دارد؟ این پرسش رو من به عنوان عنوان مقاله قرار دادم که باید بتونم بهش پاسخ بدم، که نتیجه گیری رو خدمتتون خوندم. این مقاله رو شما میباید برای اینکه درست درک بکنید برنامه قبلی رو هم ببینید، بعد این برنامه رو ببینید، چون این مقاله رو من در 2 برنامه ضبط کردم و برای خدمت شما تقدیم کردم. 2 مقاله دیگر هم دارم که اینها رو برای شما خواهم خواند تا ما بتوانیم یک شناختی از ساختمان ذهنی هیوم به دست بیاوریم و بعد پیوند این رو با بحث قانون طبیعی بفهمیم، چون هیوم نظرات خودش رو داره در نسبت با قانون طبیعی که الزاماً مطابق با نظرات پیشینیان او نیست. یک سری برداشت‌های ناب تازه‌ای کرده. این مهم هست که ما اون شناخت رو درک بکنیم. چرا؟ به این دلیل که هیوم بر اندیشه متفکران سیاسی آمریکایی مؤثر بوده و گفته می شود که بر ذهن و زبان نویسندگان قانون اساسی امریکا هم مؤثر بوده، تأثیر گذاشته، در نتیجه تأثیر روی متن قانون داره که من به اون خواهم رسید. من در اون مقاله که درباره بنیادهای فلسفی قانون اساسی امریکا نوشتم، یک بخشش مربوط به دیوید هیوم هست که اون رو سرانجام پس از این بحث‌های مقدماتی برای شما خواهم خوند. به فارسی ترجمهش کردم که اون بخش رو برای شما بخونم و بعد آدرساشو بدم که مثلا چه بندی، چه اصلی در قانون اساسی امریکا احتمالاً متأثر از اندیشه‌های هیوم هست. این مهم است. من با احتمالات حرف میزنم به دلیل اینکه کسی آدرس مشخص ننوشته که بگه ما این رو از هیوم یاد گرفتیم به نتیجه این بند قانون اینطوری می‌نویسیم. این کارا رو نکردن. شما میباید تشابهات و تقارن‌ها رو دریابید و تأثیرات این اندیشمندان رو ببینید. اندیشمندان امریکایی یک سری مقالات دارند که در اونجا اشاره میکنن که از چه کسانی تأثیر پذیرفتن، پیرو چه کسانی هستند و اندیشه های خودشون رو چگونه گسترش دادن. اونجاست که شما میفهمید مثلا الکساندر همیلتون یا جیمز مدیسون، جان جی و دیگران اینها چگونه رشد کردن و چگونه امریکای اون زمان رو تعریف کردند و چه امریکای جدیدی در ذهنشون پرورونده بودند. و این بنیاد عقلانی داره این بحث و این بنیاد عقلانی بر اساس تجربه تاریخ تمدن غربه. کسی به اصطلاح نبوده که شب بخوابه صبح بلند شه بگه مثلا جبرئیل با من تو گوش من پچ پچ کرده، ور کرده، حالا اینا نظراتی که من دارم چون جبرئیل به من گفته. اینا نیست، بلکه این اندیشه ها بسیار نقد شدن، تحلیل شدن، ارزیابی شدن، رد شدن، تأیید شدن و سرانجام به صورت قانون اساسی امریکا در اون کلمات بسیار شمرده و حساب شده و محدود ثبت در تاریخ شدن. تا دیدار بعدی در امن و امان باشید.